سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با بررسی 25 نوامبر 2025 در خدمتتونم. انتهای دیروز یک در واقع تریدینگ رنج بسیار نسبتا فشرده رو شاهد بودیم و امروز هم داخل همون تریدینگ رنج بازار باز میشه. کندل اول کندل سعودیه که فقط اگه خودش رو در نظر بگیریم کندل خوبیه، ولی چون داخل تریدینگ رنجه احتمالاً بالاش خریدارای زیادی رو نخواهیم داشت. کندل دوم کندل دوجیه، نزدیک لو خودش بسته میشه و تو سقفش تقریبا سقف تریدینگ رنج رو تست میکنه. فروشنده های قدرتمند و قوی احتمالاً برای گرفتن کف تریدینگ رنج میفروشن، ولی خب شخصا اینجا تمایل به فروش ندارم و میخوام بازار بیشتر خودش رو به هم نشون میده و ما بتونیم با خوندن بازار اطلاعات بیشتری رو برای ترید به دست بیاریم. کندل بعدی یک کندل بزرگ نزولی که تو لوح خودش بسته میشه گفت با توجه به کانتکست یک سورپرایز بار هم میشه در نظر گرفتش، ولی بریکوتی که از کف تریدینگ رنج انجام شده برای تثبیتش نیاز به فالو ترو داره و در واقع فروش زیرش خیلی ریسک زیادی رو داره و به خاطر اندازه که داره در واقع نمیشه به راحتی فروخت. کندل بعدی کندل حتی بزرگتر از کندل اول و در واقع اگه اینجا ما بیایم میتونیم این در واقع سقف کندل یک دیروز رو هم تست میکنه اینجا و در واقع میتونه شروع یک روند نزولی از ابتدای روز باشه. منتها در این نکته از روز خیلی احتمال زیادی نداره و در واقع احتمالاً بالای 4 فروشنده های بیشتری باشن یا فروشنده ها بیشتر با توجه به بریکوتی که داریم دوست دارن تو پولبک ها بفروشن. ما اگه اینجا یه لحظه که حرکت اندازه گیری این رو در نظر بگیریم، در واقع بیشتر از کل رنج دیروز میشه و اگر قرار باشه همچین اتفاقی بیفته نمیتونه مثلا تو 10 کندل بعد بیاد به اینجا برسه. یعنی میتونه بیفته ولی احتمالش خیلی کمه. برای همین احتمالا ما پولبک هایی رو تو کندل های بعدی خواهیم داشت که فروشنده ها بتونن تو قیمت های مناسب تری وارد بشن. برای همین اینجا میگم خیلی راه شاید مناسبی نباشه. همچنین اگه به عنوان فروشنده ای که ما داریم میفروشیم اینجا چند پیپ اختلاف داره. اینجا 6724 این هم 40 پوینت اختلاف داره و در واقع ریسک 40 پوینت خیلی زیاده برای ترید و معمولا تریدرهای زیادی نمیتونن یه همچین ریسکی رو بپذیرن. کندل بعدی کندل اوتساید بار سعودی که در واقع ریورس میکنه کندل شماره 4 رو و میتونه در واقع ترپ فروشندگان رو ایجاد کنه و در واقع ترند ریورسال رو
در واقع اوپن ترند ریورسال رو ما از همینجا داشته باشیم، ولی خب این لحظه احتمالش خیلی کمه. ما اوورلپ زیادی رو داریم و در واقع فروشندگانی هم که توی کندل 4 کلوزش یا زیرش فروختن اینجا تو تله افتادن که سعی خواهند کرد بیام بیرون. پس شاید منتظر موندن واسه یک لو برای خریدن جای مناسب تری باشه برای خریدارا و همچنان کندل ها بزرگن و شاید نشه به راحتی ریسکش رو پذیرفت و وارد شد. کندل بعدی کندل در واقع فالو تور خوبیه. کندل بعدتر حتی اگر چیزی که فروشندگان میخواستن رو بهشون میده، چون کندل 3 و 4 که ایجاد میشه اینا در واقع ایدئالشون اینه که یک ام به پایین داشته باشن و حتی اگر چیزی که دوست دارن اینه که اگه 4 کلوز 4 رو بفروشن بتونن بالاتر اسکیل کنن و در بدترین حالت سر به سر خارج بشن. تنها چیزی که اینا در واقع نمیخوان اینه که در واقع بازار این فرصت خروج سر به سر رو بهشون نده و تو تله بیافتن که معمولا منجر به ریورسال های خیلی بزرگی میشه که اینجا فعلا این اتفاق نیفتاده و میتونن اینجا در واقع اگه توی مووینگ اوریج بفروشن، فروشندگانی که کلوز 4 و یا فروش زیر 4 رو داشتن به راحتی خارج بشن. کندل بعدی کندل اینساید بار ما وارد یک در واقع میشه تایت تریدینگ رنج در نظر هرچند که کندل ها ابعاد بزرگی دارن ولی نمیشه به راحتی ترید کرد و در واقع اوورلپ زیاد، همپوشانی زیادی دارن و ترید کردنشون سخته. اینجا بهترین کار اینه که منتظر بمونیم تا اطلاعات بیشتری داشته باشیم، هرچند که بازار ذره‌ای بیشتر به نفع خریداراست و اینجا باید بیشتر دنبال خرید باشیم تا فروش. کندل بعدی کندل سیگنال بار نزولیه، زیرش شاید فروشندگانی باشن ولی نمیفروشم اینجا من شخصا. کندل بعدی برای فروشنده ها ناامید کننده است و دوباره یک کندل فعلا البته نزدیک های خودشه و باز هم این کندل با کندل این شماره 6 7 8 9 10 همشون در حال تست مووینگ اوریج هم و بازار در تعادل خریدارها رو فروشنده ها رو نشون میده، ولی فعلا زیر مووینگ اوریجیم و در واقع فروشنده ها دوست دارن بتونن بازار رو پایین تر بیارن ولی شانس خریدارا بیشتره برای اینکه بتونن بازار رو در واقع یک بریک کنن این تریدینگ رنج رو و بتونن برن بالاتر. کندل بعدی باز هم در داخل همین رنج کوچیکه، باز هم کندل بعدی البته میتونیم این رو بریکوت اولیه در نظر بگیریم چون خیلی نزدیک هایشه و تقریبا هیچ شادویی نداره نسبت به کندل های قبلی. تونسته بالاخره بدون شادوی بالای ایمای رو بریک کنه. خریدارهای خیلی اگریسیو احتمالاً بالاش رو میخرن. کندل بعدی کندل که در واقع میشه گفت بریکوت اصلی توی کندل 13 اتفاق میفته. چندین کندل قبلش رو تونست بریک کنه، فالوتوره خیلی خوبی نمیگیره. تو کندل بعدش فالوتورو میگیره، احتمالاً دیگه اینجا آلویزینگ لانگ هستیم و باید دنبال خریدن باشیم به هر شکلی. البته
با توجه به توانایی‌های خودمون، حالا شاید یکی با لیمیت خیلی راحت نباشه، بالای 15 میخریم. بالای 15 اینجا ما تریدینگ رنج گبلی رو هم بریک کردیم برای اینکه ما بتونیم 60% احتمال بدیم که یک جنسی از مووینگ اوریج مثلا یا همچین چیزی رو بتونیم داشته باشیم. فالو ترو نیاز داره کندل 15 و بعد اگه کندل فالو تروی خوبی بگیریم میتونیم به احتمال 60% احتمال بدیم که یک جنسی از مووینگ اوریج، حالا مثلا این یا نوع دیگری از مووینگ اوریج ها رو داشته باشیم. ما یه دونه فیلید دابل تاپ هم داریم، کندل 13 و کندل 3 سقفشون دابل تاپ بود که کندل 15 اون رو هم بریک کرده و این احتمال اینکه اگه فالو رو بگیره بتونیم این ام رو بسازیم رو بیشتر میکنه. کندل فالو توری خوبی نمیگیره. فروشنده آیا زیر کندل 16 خواهد فروخت؟ احتمالا فروشنده های خواهیم داشت اینجا، باید ببینیم که قدرتشون چجوریه. اینجا فروشنده ها وارد میشن دوباره، در واقع اینجا تا اینجا کارون بریکوت رو فیل میکنن. کندل 18 تست میکنه EMA رو و در واقع ریورس میکنه دوتا کندل قبلی رو که میشه اون رو در واقع یک پول بک در نظر گرفت. کندل شماره 10 تا 15 رو میتونیم یک لگوان در نظر بگیریم که یک لگ توی احتمالا خواهد داشت. پس خرید بالای کندل 18 خرید نسبتا معقولی میتونه باشه. تا اینجا کار یعنی معقول ترین خرید، در واقع این معقول ترین تریدی که میتونیم انجام بدیم خرید بالای 18. فعلا فالو توری خوبی نمیگه، یه اینساید باره که بدنه نزولی داره. کندل بعدش هم کندل نزولیه که همین در واقع تکمیل کننده اون پولبک اولیه است. کندل 23 کندل در واقع های توی این پولبک اصلی است که این میگم پولبک اصلی، منظور این پولبک از کندل 15 تا 21 است که خرید بالاش خرید با احتمال بیشتریه. فروشنده ها نتونستن در واقع اینجا نقطه بریکوت رو بیان کامل تست کنن. ما اگه این دوتا کندل را کندل بریکوت در نظر بگیریم، کندل شماره 12 و 13 توی کندل های خود 14 و کندل 18 سعی میکنن که بیان و در واقع اون نقطه بریکیون که خودش به عنوان یک حمایت و مقاومت میتونه عمل کنه رو بریک کنن که نمیتونن و این خودش هم میتونه به عنوان یک در واقع عمل کنه. تو کندل های بعدی شاهد قدرت گرفتن خریدارا هستیم. فروشنده ها بعد از چندین کندل بالاخره وارد میشن، ولی خریدارا بلافاصله در واقع پایینش و کلوزش رو میخرن و کندل 29 رو شکل میدن. اینجا میتونیم یک از همین ابتدایی روز یک ویج رو در نظر بگیریم. البته ویج ها کاملا شخصی هم، من اینجوری نیست که بگیم که فقط یک حالت برای رسمشون وجود داره.
یک همچین چیزی مد نظرم بود. بریک میکنیم این وج رو، چون دلیل کشتن این وج این بود که این وج یک وج در واقع نستید وج و همپوشانی دوتا وج با هم بود. ما یه دونه هم وج با 23 و 27 و 30 داشتیم که بریک کرد و دوباره میتونیم یک ام رو بر همین اساس داشته باشیم. یک همچین چیزی که این دوتا امی که در ابتدا کشیدم هم بازم با همدیگه هم پوشانی دارم. کندل 35 یک در واقع شیوید بول ترنده و میتونه گپ خستگی باشه، ولی هنوز به نظرم خریدارا تلاش خواهند کرد که اون در واقع به هدف امی که داریم، حتی در واقع هر کدوم از این کامپیوترها به روش‌های مختلفی اینو رسم می‌کردن، ولی تقریبا به جاهای نزدیکی به حول و حوش همین جایی که رسم می‌کردم میرسه که سعی میکنم به اینجا برسم. و همچنین ما چند تا کندل چی میگن نزولی داریم در این چندین کندل اخیر، تعدادشون خیلی کمه، پس احتمالا ما یک لگ بعدی رو هم خواهیم داشت. در واقع این اگه یک لگ وان یک لگ توی رو ساختیم، این لگ تو اونقدری قدرتمند هست که یک لگ بعدی رو هم بخواد بسازه. کندل 37 و 38 با هم دیگه تقریبا میشه گفت که ما اون تستی که میخواستیم رو به ام رو زدیم و از همینجا در واقع شروع میکنه بازار خریدارها در واقع سیو سود کردن و فروشنده ها هنوز مطمئن نیستن که وارد بشن. برای همین بازار میبینیم که خیلی در واقع حرکت آنچنانی در چند کندل بعدی نداره. کندل های شماره 38 تا 42 چندین کندل نزولی پشت همه که نشون میده که خریدارا فعلا تو بازار حضور ندارن. همین کندل ها احتمالاً باز هم اونقدری هرچند خیلی کوچیکن، خیلی نسبت به حرکت صعودی که داشتیم خیلی قدرت نداشتن، ولی احتمالاً یک لگ کوچیک حداقل خواهند داشت. بازار اینجا یک دابل تاپ میسازه. کندل 40-50 میتونه در واقع یک سیگنال خوبی نیست، ولی میتونست در واقع یک ریورس میانی روز رو شکل بده، ولی خب احتمالش خیلی کمه که بتونه موفق بشه. کندل شماره 52 در واقع کندل های در واقع شماره 37 تا 52 یا یک شکلی به عنوان تریدینگ رنج رو در واقع شکل میدن. ما در سقف تریدینگ رنج احتمالاً بالاش و کلوزش حتی فروشنده خواهیم داشت. برای اولین بار تونستن به مووینگ اوریج برسونن بازار و فروشنده ها بعد از کندل شماره 22. احتمالاً خریدارا وارد خواهند شد. بریکوت از EMA داشتیم. 51 در واقع مووینگ اوریج گپ بار بود که موفق نمیشه. یک های توی رو تشکیل میده 63.
در مووینگ اوریج گپ بار اولی در واقع کندل شماره 59 ناموفق بود. تو کندل 63 همین ستاپ در واقع موفق شد، تونست تا سقف رنجش که ساخته بودیم رو بره. احتمالاً 63 تا 67 اونقدری قدرت دارن که یک لگ دومی رو بسازن. این دوتا کندل 70 و 71 بودن، نمیدونم شاید، ولی به نظر میتونه در واقع لگ قدرتمندتری رو داشته باشیم پشتش. عذر میخوام. خریدارا به حداقل چیزی که میخواستن رسیدن. از اینجا به بعد دیگه اینقدری در واقع زمانی نمونده برای خریدارا و فروشنده ها و اتفاق خاصی هم نمیفت. در کل روز جالبی بود. ما چند تا ترید نسبتاً خوب رو داشتیم که خوب منظور هم ریسک به ریوارد خوبی داشتن، هم احتمال بسیار بالایی داشتن. خرید بالای 31 میتونست یکیش باشه، خرید بالای 22 و خرید بالای 18. خرید بالای 63 و 59. برای تریدرهایی که یه ذره میتونستن ریسک پذیرتر باشن، فروش زیر 53 و 54 هم فروش های خوبی بود. اونایی که لیمیت اوردر ترید میکنن هم میتونستن در واقع توی این ناحیه در واقع بالای 7 و بالای 8 همه اینها میتونستن به شکل لیمیت اوردر در این ناحیه از بازار خرید کنن. البته خب مهارت زیادی رو میخواد، من خودم این کار رو انجام نمیدم. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. من روز دومیه که دارم این رو ضبط میکنم، خیلی همچنان در واقع به نظر خودم دور از اون حدیه که در واقع میتونه برای یک فرد طوری باشه که خیلی مفید باشه و امیدوارم طی روزها و ماه‌های بعدی مستمر اگه این کار رو انجام بدم بهتر بشم و بتونم به شما کمک کنم. شما اگه نکته‌ای، سوالی، مورد خاصی بود هم در این روز هم در روزهای بعدی تو کامنت ها بنویسید برام و من حتما میخونم و جواب میدم. ممنون، پاینده و پیروز باشید.